رفاقتمون بیشتر از 4-5 سال بود. خونمون توی کوچه روبروی هم بود. اول هم بازی، بعد هم مدرسه‌ای و هم کلاسی. چندین سال هم بغل دستی هم شدیم. نزدیکترین و صمیمیترین دوستم بود. من بیشتر از اون درس میخوندم. اکثر امتحانا بهش تقلب میرسوندم تا نمرش بالا بیاد. بعضی از امتحانا که اون بهم تقلب میرسون اون سوال رو نمره نمیگرفتم. برای همین مسخرش میکردم که تقلب نرسونی سنگین تره. سال دوم دبیرستان مادرم چند روز بیمار شد. به خاطر رسیدگی به مادرم، خانه و خانواده نمیتونستم درس بخونم. از بدشانسی اون روزا توی یک روز 2 امتحان داشتیم که نتونستم بخونم. چون شرایطم را میدونست بهش تاکید کردم که خوب بخونه تا بهم کمک کنه. اون روز هر 2 امتحانم سوالاتی که جوابش رو میدونستم نوشتم و بقیه سوالات رو با کمک اون. هفته بعد به خاطر فوت پدر بزرگش نتونست تو کلاس حاضر بشه. معلم زنگ اول قبل شروع درس برگای امتحانی رو پخش کرد. برگه رو که گرفتم دیدم باز طبق معمول سوالاتی که بهم تقلب رسونده نمره نگرفتم. تو دلم خنگی نثارش کردم. چون نبود معلم برگش رو به من داد تا بهش بدم. برگه رو که گرفتم نگاهی به نمرش کردم. نمره بالایی گرفته بود. چشمم به سوالاتی خورد که جوابشون رو بهم تقلب رسونده بود. نمرش رو گرفته بود. از این عصبانی شدم که چرا اون نمره گرفته من نگرفتم. مگه معلم باهام چه پدرکشتگی داشت؟ برگه خودم رو از لای کتاب در آوردم تا مقایسه کنم. درست می‌دیدم. جوابای یکی نبود. جوابایی که بهم تقلب رسونده بود با جوابای خودش خیلی متفاوت بود. نمیتونستم باور کنم. چشمام پر از اشک شد. به ندرت برگه امتحانیشو بهم نشون میداد. همیشه به محض گرفتن برگه امتحانش نگاه سرسری میکرد. تا میکرد میذاش کیفش و میگفت وقتی زیاد نگاهش میکنم حس بد و استرس میگیرم. منتظر موندم زنگ بعدی برسه تا جواب اون امتحانم ببینم. معلم بعدی وقتی برگه تصحیح شده امتحانا رو پخش کرد و دید غایبه، برگه رو پیش خودش نگه داشت. داشتم دیوونه می شدم که جوابای اون برگه چیه. به معلم گفتم برگه امتحان قبلش دست منه. شما میخواید بدید به من؟ قبول کرد و بهم داد. اون برگم همینطور بود. جوابایی که بهم تقلب رسونده بود یکی نبود. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. زدم زیر گریه. بغلی‌ها دلداری میدادن که گریه نکن. حالا امتحان بعدی رو زیاد میشی. مسخره‌ام میکردن که مگه کم شدن نمره گریه داره. نمیدونستم من به خاطر کم شدن نمره امتحانم گریه نمی کنم. به خاطر کم شدن نمره رفاقتمه. اونطور دارم گریه می کنم. برای تمام وقتایی که عمدن بهم تقلب‌های غلط میرسون. منی که برام مهم بود نمره‌هاش بالا باشه. بدون منت و انتظاری بهش کمک میکردم و تقلب میرسوندم. کسی که تو امتحانا سر همچین چیز بی خودی با هم این کار کرده بود پشت سرم دیگه چه کارایی کرده بود. با فکر کردن به اینا هر لحظه گریم شدت میگیره. از اون روز یاد گرفتم هر کسی که نزدیکمه به این معنی نیست دوستم داره و خوب ما رو میخواد. فهمیدم هر کسی که با هم وقت میگذرونه یا قربون صدقه میره دوستم نیست. فهمیدم نزدیکترها هم میتونن حسادت کنند و بدت را بخوان. فهمیدم وقتی داری راه میری علاوه بر این که جلو رو تا نگاه میکنی پشتت هم باید نگاه کنی. فهمیدم هیچ وقت نباید بگی فلان خیلی فرق داره، فلان اصلا اونطور نیست. فهمیدم طول عمر رفاقت بالا دلیل بر کیفیت بالاش نیست.